سلام دوستان، امید که جور سلامت باشید. سعید فطر بازم براتون مبارک میگم. امید یک عید خوب و خوش داشته باشین. امروز براتون یک ویدیو آوردیم، ویدیوی اماجان افغان که به دخترای خردسال ایدی میتا بریم که ببینیم باشان بس صحبتام داشتنیم باشه. بریم ببینیم ویدیو چه رقم است و چی میگن. ما را تماشاگر باشین. عید کلتون مبارک. عید کلتون مبارک. قبول. تشکر. اجازه دارین گپ بزنین نمره؟ بله. خب خیلی نامتون بگین. بسم الله الرحمن الرحیم. نام زلیخا. زلیخا جان. نام شما؟ آرزو. آرزو جان. زینب. زینب جان و طیبه. طیبه جان. نیایش. نیایش. مستوره. مستوره جان. کلتون مکتب میخوانید؟ بله. آفرین. از کجا اومده بودین شما؟ ما از خانه خورخنده. خانه خورخنده تان. از تخار هستین یا بدخشان؟ بدخشان. دیدین که من لهجه‌شان آدم‌ها رو میشناسم که از کجا هستن. خب خینام کردین؟ بله. ایدیوم گرفتین یا نه؟ گرفتیم خب کم دیگه زیاد نیتنا از فامیل خود ما. بحث پیشتر میشه میشه تقسیم بکنین با ما. همون کارهای وطنی ما خیلی خوب آماده است. هستین؟ شما چی؟ من دیداشتم خرچش کردم. شما؟ من داشتم خرچش کردم. خب از عید لذت بردین یا نه؟ مزه عید است؟ دی از چی زیاد لذت میبرین؟ از چی زیاد خوشتان میاد؟ از ایدی گرفتن، با دوستای ما چکر رفتن، اید گشتن. اینمی؟ بله. خب شما که خانه دیگر ها آمدین، باز خانه شما میایین دخترکا یا نه؟ بله. آمدن؟ این گشته کرده یک تعداد کسا عادت دارن که مثلا خانه دیگر ها برن کشمش نخود کنچا بخورن از خود نگاه کنن. شما مترسی؟ نه خیر. خب ما گفتم خیلی مترسی. نه. خیلی حال ما یک ایدی به شما میتونم. شما که وظیفه دار شده ما تو وقت پیر میشیم شما بر ما باز بگید. اول پیش از ایدی دادن شما بر ما بگید چی آرزو دارین؟ آرزو داریم که مکتبای ما باز شود. خب شما؟ من مامی آرزو زلیخا جان دارم که زودتر مکتب باشه و ما با درس و تعلیم خود زودتر ادامه بدیم. شما؟ من آرزو دارم که مکتب باشه و در هر کارم کامیاب باشه. آفرین. هنوز خب میری مکتب؟ خب میرم باز. سال چند هستی؟ صنف 5. یک سال دیگه هم وقت ما مامی آرزو را دارم که مکتب بخیر شروع شوند. ما مکتب بریم تحصیل ما را کنیم. آفرین. شما از مکتب فعلا فارغ شدین دیگه؟ نه خیر، من تا هنوزم میرم. سم 6 هستی؟ بله. آفرین. شما؟ ما فارغ شدیم تقریبا 3 سال میشه که از مکتب راندیم و همین 3 سال مکملا در صنف 6 خواندیم. یک ایدی میتیم برای دخترکا حالا به می خاطر مرگیر کردن از طرف شو از طرفش اون طرفش کم است مگر یا شما دیدار ماستر تا بدالشون گپ می‌کنه یا از شما نام خدا خودشون همیست مگر مسئولشون که تیز است بخیر نه یا از شما و از شما طیبه نیایش جان اینم دیگه شما برین طرف رایتان من میدونم که اینجا دعوت هست